دوستان سلام، میخوام طرز تهیه پتوی موتورکای سیار یادت بدم. این پست لایک و کلیپ رو تا آخرش ببین، لایک و بفرست برن لذت ببرن. ببین پتو رو شیت میکنی، چند تا لا میزنی تا وسط در وسط پتو. ببین آها، بعد پتو رو برش میگردونی، نیمه سمت چپ وسط، نیمه سمت راست هم روش. ببین یه حالتی شد، دیدی؟ بعد آخر پتو رو میندازی اینجا زانو رو میذاری وسط، زیرو ببین اینو تای میگیری. یه جایی که رفتی دیدی موتورکا نیست پتو هست، میتونی با پتو این کار رو انجام بدی. آها ببین ها، جدید بود نبود، عجیب بود نبود، پر حرف بود نبود، حسش